لامبورگینی بیدونه سفید. انگشت جادوگر، انگشت جادوگر قرمز در نهال لاکچری کرمی. اینم قوره‌ایه که بعداً داده. جزء ارقام بیدون است. این انگور خیلی خوش رنگ و درشتونه بهش میگن رد گلوب. اینم حجم حبه هاشه، خیلی درشتونه، خیلی صادراتی، برای کشورهای حوزه خلیج فارس خیلی محبوبه. نهال انگور رد گلوب رو در نهال لاکچری کرمی موجود داریم. بفرما انگور. باغات آمریکا نیستا، باغ مادری نهال لاکچری کرمی، انگور موندراب. نهالش رو برای امسال موجود داریم. گرونترین انگور ایران در حال حاضر، کیلویی بالای 500,000 تومان. کاملا بدون دونه و کاملا ارگانیک. هیچ گونه دستکاری ژنتیکی روی این انگور انجام نگرفته. انگور لامبورگینی سفید یا موندراپ سفید در نهال لاکچری کرمی نهالش موجوده. حبه های خیلی درشت و مشخصی اصلیش بیدونه بودنش. طعم بسیار خاص و متفاوت. رقم تازه خوری و کشمشی. انگور اسکارلت سیدلس در نهال لاکچری کرمی نهالش موجوده. جزء رقم های بیدونه و تازه خوری هست. انگور قرمز ژاپنی در حال رنگگیری، جزء ارقام دیررس. دهی کینگ کمالی جزء انگورهای خیلی درشت، حب بالا 16 گرم. انگور گزندایی از انگورهای بومی منطقه آذربایجان و کردستان با خوشه های خیلی درشت، همه خوشه ها بالا 4 کیلو. حبه ها هم شبیه مروارید، واقعا زیباست این انگور. نهالش رو در نهال لاکچری کرمی موجود داریم. واقعا اول شهریور کدوم انگور قرمزی اینجوری رنگ میگیره؟ فقط انگور قرمز بیدانه کوزه‌گران. نهالش رو در نهال لاکچری کرمی موجود داریم. کلمه قرمز رو برامون کامنت کنین. اومدیم به باغ مادری انگور قرمز بیدانه کوزه‌گران. خدایی اول شهریور این رنگگیری فقط از قرمز بیدانه کوزه‌گران برمیاد. بی‌دلیل نیست این همه تبلیغ انگور قرمز بیدانه کوزه‌گران. از مشخصات این رقم زودرس بودن، رنگگیری خیلی عالی، حبه‌های درشت با درصد شیره خیلی بالا. رنگگیری زودتر از موعد قبل از سایر ارقام قرمز بیدونه باعث میشه که شما محصولتون رو زودتر وارد بازار کرده و سود خیلی کلانی عایدتون بشه. در مناطق دیم هم قابل کاشت هست. انگور قرمز بیدانه کوزه‌گران قشنگه. نهالش رو در نهال لاکچری کرمی موجود داریم. کافیه کلمه قرمز کوزه‌گران رو برامون کامنت کنید. طرفداران انگور ایرانی، انگور حسینه به کار دیگه هیچی لازم نیست. حبه‌های خیلی درشت، آبدار و گوشتی. زمان رسیدگیش هم در شهریور ماه. نهالش رو موجود داریم. توناژ خیلی توناژ بالایی میده، خوشه‌های خیلی بزرگ. نهالش رو میتونید تو باغتون یا حیاتتون داشته باشید. جهت سفارش نهالش کلمه حسینی رو برام کامنت کنید. این انگور با خوشه‌های خیلی بزرگ و حبه‌های خیلی درشت بهش میگن گرشیله، بومی شهرستان ارومیه هست. مزیت خیلی خوبی داره اینه که وسط پاییز هم میتونی اینو نگه داری رو درخت و وسط پاییز میلش بکنی. این هم که وضعیت باردهیشه. بسیار پربار با خوشه‌های خیلی درشت. ما تو ارومیه بهش میگیم گرشیله. شما تو شهر چی بهش میگیم؟ برامون کامنت بکنید. خدایی فکر کردی کشورهای خارجی آره. انگور قرمز ژاپنی در باغ مادری نهال لاکچری کرمی تولید اختصاصی ماست. نهالش رو امسال موجود داریم. اینم وضعیت باردهی اندازه حبه‌ها بسیار درشتونه. جز ارقام دیررس و دانه دار هست. برای تازه خوری استفاده میشه. حتما تو باغتون داشته باشین. اونایی که دوست دارن باغ لاکچری و کلکسیونی داشته باشن، انگور قرمز فراموش نشه. مطمئناً یکی از خوشمزه ترین کشمش هایی که میخوری مال این انگوره. انگور مامبرایمه سردشت. بافتش به شدت گوشتی و خیلی آبداره.
نکته جالب اینه که به صورت دیم هم حتی میشه کاشتش کرد. حبه‌های خیلی درشتی داره و به خاطر بافت گوشتیش کشمش فوق‌العاده‌ای ازش تهیه میشه. نهالش رو در نهال لاکچری کرمی موجود داریم. جهت سفارش کلمه ایمان برایمه رو کامنت کنید. باردهی درخت مادری انگشت جادوگر یا هالووین بیدانه. این انگور بیدانه هست با حبه‌های درشت. جزء انگورهای پیشرست و میانرس حساب میشه. سمت شمال سردسیر و کوهستانی و نیمه گرمسیر هم جواب میده. بدین شکل باردهیش رو شروع میکنه از سال اول و چون زودرس هست بازارگیر هست و در بازار قیمت خیلی خوبی داره. قیمت نهالش رو تو کپشن براتون نوشتم. نهال انگشت جادوگر رو برای پاییز و زمستون امسال موجود خواهیم داشت. جهت ثبت سفارش نهالش کلمه جادوگر رو همین زیر برام کامنت کنید. انگور رد گلوب عطرش محشر و طعمش دیوونت میکنه. انگور رد گلوب انگوری با حبه‌های بسیار درشت. خدایی بی دلیل نیست که این انگور بازارهای حوزه خلیج فارس عربی رو مال خودش کرده. انگوری که اندازه حبه‌هاش به اندازه انگور موسکات میشه ولی خیلی معطر و طعم خاصی. به خاطر پوست نسبتاً ضخیمش در انبار ترک نمیخوره و قابلیت موندگاری خیلی خوبی داره. به همین خاطر گزینه خیلی خوبی برای صادرات. نهالش رو در نهال لاکچری کرمی موجود داریم. جهت سفارش کلمه رد گلوب رو کامنت کن. انگور موندراپ انگوری بدون دونه با حبه‌های خیلی درشت اندازه انگشت یک دست. به خاطر شکل ظاهرش و بیدونه بودنش و طعم بسیار خاص و لاکچریش تو دنیا خیلی معروفه و قیمت بالایی در بازارهای جهانی داره. بازار هدف این انگور اگر که میخوان به قیمت خیلی خوبی فروش برسونیم شهرهای بزرگ مثل تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس. خوشه های این انگور سایز بسیار بزرگی میگیرن و تا 4 کیلو هم وزن هر خوشه امکانش هست. به همین خاطر توناژ خیلی بالایی داره. نهالش رو در نهال لاکچری موجود داریم. جهت سفارش کلمه موندراپ رو کامنت کن. نهال اصل موندراپ معویزی بیدونه در این کیفیت موجوده. جهت سفارشش بنویس کلمه موندراپ رو برام کامنت بکن. این هم از کیفیت ریشه هاش و سلامت ساره ها، آری از هر گونه بیماری و دست.